70 سال اتحاد شوروی را بگیر، 4 سالی که رستم امامعلی در شهرداری دوشنبه بود. کی رستم؟ اینا دیدی شما رئیس شهر اینه نگاه کن، اینا پلاکت چپانه چسبوندگی است. اینا پلاکت چپانه شورای 46 کی جورا نگاه میکنن نمیدونم. 70 سال اتحاد شوروی را بگیر، 4 سالی که رستم امامعلی در شهرداری دوشنبه بود. نه دایره باشن نگم بنوازم رقص کنی تو دیوانه ای چی تو شوروی کاری کرد رحمان و هفت پیشش کاری شوروی کردن نمیتونه. در زمان شوروی تاجیکستان قرضدار نبود، تو عقل داری به او اندازه شوروی نرسیده، تو چنین خودت گپ زن کجا از شوروی مثال میاری؟ شوروی یعنی چی؟ سوگند با آب و خاک مقدس وطن که مسئولیتی تقدیری امروز و آینده دولت و ملت تاجیک را بر دوش میگیرم. اینقدر نسبت دولت و حکومت گپ میزنی، یا بار بخی بگو که این مردم ورخ با ننگ ناموس شد. وظیفه مردم ورخ مرز و بوم کشور دفاع کردن نیست. حکومت آمد مسئولیت گذاشت که امروز فردای ملت در دست من است. رحمانوف بشیر مادرش قسم خورد با کنستیتوسیای کشور خاک دسترش هم قسم خورد. آخه برای چی مردم ورخ باید دفاع بکنه؟ مردم ورخ باید در اونجا زندگی بکنه. مرز و بوم کشور زیر کمیته امنیت قرار داره. برای چی مردم باید دفاع بکنه؟ برای چی؟ سوال برای که مردم وظیفه دارن. از کجا در کدام کتاب نوشته است مردم وظیفه دارن مرز کشور را دفاع کنند؟ در کجا نوشته شده است؟ اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با اراده خلق، با اراده مردم شریف تاجیکستان خودش که انتخاب میکند 3-4 نوبات انتخاباتی خلق این انتخاب کرده است. هیچ فهم خودش که انتخاب میکند این برای نو از کجا گرفتی؟ چی گپ یعنی؟ خودش انتخاب میکنه. کدام ماده سرقانون عوض شد؟ راستی من میمری از همون پیشوای ملت اذیت کردن از سرقانون اذیت کنی. راستی من میگوی راستی من نه برو بخون. الو سلام علیکم. علیکم سلام. برادر شما سازین خوبه؟ خدا را شکر. بفرمایید. همه راستی برنامه شما را تماشا کردم. بسیار یک نوجوان مردانه و هسته، یک نامردی است. برای چی بگیم؟ خب برای اون که همه خود تاجیک ها. خب ما ایست تاجیک. خب یک قرغیز زنگ زده اینقدر ملت پس زده سه شما گوش داده سین. کی در کجا؟ حرف زده سین. خوب در کجا؟ کجا شد رنگ ناموسی تاجیکی؟ در کجا قرغیز زنگ زده است؟ همچنان قبلش یک مرد زنگ زد گفت که ای خیل او خیل او خیل. همه خودت یک آدم با عقل باشی میفهمی هم آدم یک زن قرغیز میدرو مرز ورخ میدرو سلطنت و افسرای ما را میزنه سلاحاش میگیره میره در بیمارخانه از دنیا میگذره. گجا شد ناموسی تاجیکی ایزونه کد گرفت در این مسئله. گجا شد که برای تپانچه را بگیرید بدار آویزی. هست همتری جوان مرد؟ همتری یک جوان مرد هستی از ناموسی تاجیکی گپ میزنی؟ آیا هست همتری جوان مرد؟ ای مردم تاجیک یا بار بخیر اینقدر نسبت دولت و حکومت گپ میزنی، یا بار بخیر بگو که ای مردم ورخ با ننگ ناموس شد. وظیفه مردم ورخ مرز و بوم کشور دفاع کردن نیست. حکومت آمد مسئولیت گذاشت که امروز فردای ملت در دست من است. رحمانوف بشیر مادرش قسم خورد با کنستیتوسیای کشور خاک دسترش هم قسم خورد. آخه برای چی مردم ورخ باید دفاع بکنه؟ مردم ورخ باید در اونجا زندگی بکنه. مرز و بوم کشور زیر کمیته امنیت قرار داره. برای چی مردم باید دفاع بکنه؟ برای چی؟ سوال برای که مردم وظیفه دارن. از کجا در کدام کتاب نوشته است مردم وظیفه دارن مرز کشور را دفاع کنند؟ در کجا نوشته شده است؟ هست یگان خیاسنود خدمت کدگی هستی وطن ده اد بره گم شی ختم خدمت های بمانتون. تو سوال جواب ته تو خدمت کدگی بچه رحمانوف در کجا خدمت کرده؟ گنرال من میرم استارچ گنرال میگیرم. تو دیوانه چی؟ تو خدمت کدای نکدای؟ سوال جواب ته در کجا مردم ورخ نوشته است که باید مردم ورخ برای خدمت بکنه؟ در کجا برای مرز دفاع بکنه؟ در کجا نوشته شده است؟
وقتی که خدمت نکرده در بین ما مردکا گپ زدن نداریم. بچه رحمانوف خدمت نکرده چیکار میکنه در بعد مردکو؟ خانم بگو بیا بفرما در کجا خدمت کرده است؟ در کجا؟ دولت در ملت. در کدام دولت؟ در کدام دولت؟ در کدام دولت؟ در کدام چاز؟ در کدام چیز خشونهای سرحدی؟ در کجا؟ دیو در تاجیکستان همه خدمتی کرده سه بس. ای باور که بعضا مورد میگم که همین چاپلوسا احمق هم میگن که تحقیرشون نکن. شوروی را بگیر 70 سال اتحاد شوروی را بگیر 4 سالی که رستم امامعلی در شهرداری دوشنبه بود. نه دایره باشه میگم بنا آوازم رقص کنی تو دیوانه ای چی تو شوروی کاری کرد ولی رحمان هفت پیش کاری شوروی کردن نمیتونه. در زمان شوروی تاجیکستان قرضدار نبود. تو عقل داری به اون اندازه شوروی نرسیده. تو چنین خودت گپ زن کجا از شوروی مثال میاری؟ شوروی یعنی چی؟ یعنی شوروی یعنی چی در نظر داری؟ منظور از شوروی چی است؟ منظور از شوروی نیست، منظور یک مقایسه است. آخرین راهبری که در زمان شوروی حکمرانی کرد کی بود؟ در کجا؟ در زمان شوروی آخرین راهبری که حکمرانی کرد کی بود؟ در حکومت شوروی. میخائیل گورباچوف. در حکومت تاجیکستان کی بود؟ در حکومت تاجیکستان قاور محکم. اولین پرزیدنت تاجیکستان کی بود؟ قاور محکم. دومش رحمان نبی. همین 2 سال چند سال راهبری کرد؟ 2 نفر چند سال راهبری کردن؟ 2 نفر؟ یک سال یا نیم سال. رحمانوف چند سال راهبر شد؟ رحمانوف نگین یک بار بگین اساسگذار صلح و وحدت ملی تأخیر کرد استنشمو پیشوای معظم ملت. خب محترم امامعلی رحمان آماده هستی که نزد رحمانوف سجده کنی؟ آماده هستی؟ آماده هستی که نزد رحمانوف سجده کنی؟ نه آماده هستی؟ با این عنوان خلق دادگی است. من ندادم نگاه نک تحقیر نک من ندادم بیزار مزم عنوانم از خودم. آماده هستی که برای رحمانوف شعر بخونی نزد سجده کنی؟ آماده هستی؟ پارلمان نماینده خلق است. روی واز سیاه هست. پارلمان اوسو بگذار. اونها یک زن صفتای هستن که مال مردم هم میخورن. وظیفه اونها بود که باید در مسئله مرز، در مسئله مهاجرت، در مسئله بیماری، صدها مشکلاتی که در تاجیکستان آمد باید اونها گپ میزدن. برای من یک مثال بیار که یک وکیل پارلمان زمانی بیماری کووید 19 کرونا ویروس برآمده است از مردم مهاجر گپ زد از نماینده خلق. در کجا یک نوار است؟ بیا برای من نشون ده. او وکیلان خلق یک زن صفتای احمق هستند که در همونجا کار و پول غارت میکن بودجه کشور میدزن. او را تو مثال نبرسند در سیاست. اونها اصلا از عضو ملت نیستند. اونها یک طبقه مفتخورای هستند که دایره میزنن با دایره اونها شما میرقصین. تمام دیگه هیچ نیستند. سوال جواب ته. رحمانوف چند سال شد راهبر است؟ باز من میگم این مردم تاجیکستان انتخاب کردن بعد نکردن دروغ نگین. اخیرت همین انتخابات اوس کنار بگذار. چند سال شد راهبر است؟ اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با اراده خلق با اراده مردم شریف تاجیکستان خودش که انتخاب میکند 3-4 نوبات انتخاباتی خلق این انتخاب کرده. هیچ فهم خودش که انتخاب میکند این برای نو از کجا گرفتی؟ چی گپ یعنی؟ خودش چه انتخاب میکنه؟ توسط انتخابات عادلانه و توسط رای پرسی خلق آواز داد. سال 94. از سال 94 تا امروز چند سال میشه؟ 26 سال. 26 سال. یعنی رحمانوف 26 سال شد راهبر است نه؟ در یک کشور دموکراتیک ما اولی سرقانون میگه همین منطقی است که یک نفر 26 سال راهبر باشه. نفهمیدم. در یک کشوری دموکراتیک، در یک کشوری که ما دعوا میکنیم کشوری آزاد است تاجیکستان. وقتی کنسوسیا اجازه داده باشد کنسوسیا اجازه نداده بود. کنسوسیا 7 ساله بود. برای چی تغییر و الهه ها شد؟ برای که همون قانون باید اجازه بده. ایواز کردن قانون به خاطر چی بود؟ بیا بس مایل خواب رای پرسی. منظور از همون رای پرسی سرقانون ایواز کردن به کدام خاطر ایواز کردن؟ به خاطر که میخواستند بخارای شریف برای تاجیکستان بدورن رای پرسی کردن. میخواستند که زمینای فروخته شده را برگردانند. چی میخواستند؟ رای پرسی شد در کنسوسیا چی ایواز شد؟
در کنستوسیا ایواز شد یک قطور مثلا حقوق و آزادی هایی که نسبت به او بودن. کدام ماده سرقانون دروغ میگی حقوق و آزادی در سرقانون ایواز نشده است؟ کدام ماده سرقانون ایواز شد؟ راستی ما میمری از همون پیشوای ملت اذیت کردن از سرقانون اذیت کنی. راستی من میگوی راستی من نه برو بخون کدام ماده سرقانون ایواز شد و به خاطر چی ایواز شد؟ به خاطر بار دیگر در سر قدرت ماندن رحمانوف سرقانون کشور ایواز شد و 2 ساله دیگه براش اجازه داد. بعد از او سرقانون ایواز سرقانون تاجیکستان باز ایواز شد به خاطر همچون یک پیشوای ملت، یک نفری که تا نمره وظیفه‌ش کسی گرفتن نمیتونه ایواز شد. فهمیدی که سرقانون برای چی ایواز شده است؟ دیگر مسئله هم هستن. یا مسئله هاش برو بخون پیشوای ملت از همون عصب و سر معینه و عقل خیرات دور بکن، این موضوع رو اذیت کن. باکی اومدی صحبت میکنیم. سلامت باشین. زنده بود. انا جوره ان شاء الله که نصیب باشه یک 10 برنامه دیگه به عقل میشش محمد. قانون کم است و خیلی بچه سر قانون اذیت میکنین. مگر من جنایت میکنم؟ تعلیم تون دادم، معلم و معلماتون هم خشم رو درس نمیتیه.